سلام بچه ها، دفعه پنجم فکر میکنم. اوکی. سارا جون بیا. قطع شد. من وقت من رسیدم بهش نمیدونم تموم چرا میشه. امروز دفعه پنجمه. آره. ادامه من اجازه بدیم من تایم بگیرم. اوکی، از اینجا دارم نگاه من یه میکنم. کوچولو وقت دارم، فقط 5 دقیقه، چون رسیدم تموم شد اوکی، شما دفعه. 5 دقیقه بعد دیگه بچه ها تمومش میکنیم، میبندیمش آره. و بعد من میخوام سیو کنم اینو. بفرمایید سریع. میخواستم بگم که اینجا واقعا شرایط کار سخته و همه میدونید توی ایران کار کردن خیلی راحت تره، چون خیلی راحت میشه قوانین رو در لحظه عوض کرد و همه چیز رو عوض کرد. ولی اینجا اینقدر همه زیر ذره بینن و همه چی چک میشه، واقعا ضریب و خطا خیلی کم میشه و برای ما یعنی کمتر تو خطر میافتیم، به خاطر اینکه همه چیز رو دارن چک میکنن. NSC داره چک میشه، دارو 2 بار چک میشه، همه چی چندین بار چک میشه و احتمال خطا کم میشه. از این نظر کار کردن خیلی راحت تره. ولی از نظر لود کاری مریض و کارهایی که باید بکنید، خب اینجا خیلی فشار بیشتره و ایرانی‌ها تحملشون بیشتره، ولی نژادهای دیگه و کسایی که از کشورهای دیگه اومدن تحمل این سختی رو ندارن و خیلی‌ها پلنشون اینه که حالا بعد از پاسپورت و بعد از یه مدت برن کشورهای عربی یا حالا برن کشورهای دیگه، چون کار کردن اینجا خیلی سخته. و اینو می‌خواستم به بچه‌ها بگم از الان آماده باشن. اگه آدمایی هستن که ظرفیت کار کردن تو شرایط سخت توی شیفتای پشت هم و اینجور چیزها رو ندارن، واقعا انگلیس جای مناسبی نیست، چون خیلی سختی کارش بالاست. ببینید، شما توی انگلیس تا 7 روز خودتون میتونید سلف سرتیفای بشین و آفسیک بشین، ولی کشورهای عربی دوستای من اونجا رفتن کار کردن، انگلیسیا حتی 1 روز هم بایستی جی پی نامه بده و بعد میگن که انقدر سخت جی پی نامه میده که ما حتی اگر مریض باشیم میریم سر کار. یعنی این مسائل تو کشور عربی هست که اینجا درسته که همه چیز چک میشه و سیف ما کار میکنی، ولی از اون طرف هم مسائل حقوق بشری و انسانی اینجا بیشتر در نظر گرفته میشه. شما میتونید دقیقاً اینجا بچه خیلی داشته باشید، شیفتاتون رو میتونید یک به اصطلاح یک فرم هایی هست شما پر میکنید، مثلا شبکاری 2 تا شب کنار هم نباشید یا اصلا شبکاری ندید. یعنی این چیزا هست، ولی تو کشور عربی همچین خبرهایی وجود نداره. و بحث از سختی کاری که همه یعنی اکثرا دوست ندارن ادامه بدن به خاطر سختی کار، حالا NHS و اینجور چیزا. ولی در کل من خودم احترامی که اینجا دیدم خیلی بیشتره و اینکه من وقتی مشکل داشته باشم، وقتی به منیجرم میگم من این شیفت رو نمیتونم بیام، من قبل از اینکه برنامه چیده بشه کلا بر حسب درخواست شما بهتون درخواست میدن. تا حالا نشده من انیول لیو درخواست بدم و رد بشه، یعنی بر حسب اون تا اون جایی که بتونن به درخواست ها اهمیت میدن. این چیزایی هست که من واقعا اینجا دیدم و خود من توی ایران واقعا سختم بود. وقتی میخواستم مرخصی بگیرم، وقتی میخواستم یه جا آف بکنم، درخواست برنامه بدم، واقعا توی چالش بودیم، یعنی نمیشد اصلا منیجش کرد. ولی اینجا یه چیزی باهاش کنار میان، چون اینقدر نیروهای ایجنسی هست، نیروهای بانک هست که حالا اگه نیروی خودشون نیاد میتونن از ایجنسی و از ماماهای بیرون از بیمارستان خب کمک بگیرن. اینجور چیزاش خوبه. مرسی سارا جون، مرسی. من میترسم وقتمون آره من رستم تموم شد. خیلی 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 ممنون که اومدی. نمره آیلتس چند بایستی باشه؟ آیلتس که باید 7 باشه، ریدینگ و اسپیکینگ و لیسنینگ، رایتینگ 6.5. ولی میتونن این اسکور رو توی 2 تا امتحان که فقط مثلا اگه ریدینگشون 6.5 شده، توی امتحان بعدی باید 7 بشه. فانتاستیک. آره، ولی اگه رایتینگشون 6 شده باشه باید 6.5 بشه توی امتحان بعدی که بتونن توی 2 تا امتحان این حداقل چیزا اسکورا رو بگیرن. خیلی سریع، آیا زندگی در اونجا شما از نظر حقوقی و مالی از عهده زندگی برمیای؟ آره یا نه؟ من شرایطم خیلی سخته. من 2 تا بچه دارم، خب مجبورم خونه بزرگتر بگیرم، توی لندن زندگی میکنم، ولی برای کسایی که میشه با این وجود هم میشه منیج کرد.
ولی برای کسی که مجردن، حالا بچه ندارن، خیلی شرایط بهتره. یه سری چیزایی هست اینجا، یه سری امکاناتی هست که توی ایران عمرن بعد از 1 سال کار کردن بشه به دست آورد. همه چی میتونید قسطی بگیرید. واقعا به نظرم کوالیتی زندگی خیلی بالاتره. خیلی خیلی ممنون. همراه میتونه بیاد باشون با ویزا؟ همه بچه‌های بالای 18 سال رو نمیدونم، ولی زیر 18 بچه‌های سال بالای 18 سال کاندیشن داره، شما باید یه سری فرم هایی رو پر بکنید. اینو بهترین کار این هستش که با ایجنسی صحبت کنید، میشه ولی سخته. آره من اونو نمیدونم، ولی من خودم 2 تا بچه کوچیک داشتم که 5 و 7 ساله بودن. راحت، خیلی راحت اومدیم و هیچ مشکلی پیش نیامد و تمکن مالی هم اصلا زیاد نیست، بکنم خیلی یه چیز خیلی کمه. بله، این قانونی هم که گفتن برای همراه ویزا داده نمیشه، شامل حال ماما، پرستار، پزشک، دندان پزشک، پزشکای متخصص، رادیولوژی and occupational health، این شامل حال اینها نمیشه. اینها مربوط به کسانی هستن که رجیستر نیستن، مثل کمکی هایی که در خانه های سالمندان زندگی میکنن. کسانی که مشغول زبان خوندن هستن و آمادگی دارن، این مسائل و این حرف ها به اصطلاح اذیتشون نکنه و گیجشون نکنه. خیلی خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم که اومدی. خیلی خیلی ممنون. خواهش میکنم. خوشحال شدم. بچه‌ها من الان میخوام این رو قطعش بکنم. تشکر خیلی خیلی زیاد از سارا که اومد تو بریکش هست. نگاه کنین الان استاپ داره و سعی میکنم که یه سری مطالب رو هم بنویسم. من عذرخواهی میکنم 5 مرتبه قطع شد. مرسی. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشین. مرسی. خدا نگهدار. خداحافظ.